کوهستان اورال 1959. اینجا جهنم یخزده است، جایی که باد تنها شاهد ماجراست. 9 کوهنورد، 9 قربانی قدم گذاشتن توی تاریکی و برف رد پاشون رو برای همیشه پاک کرد. آرامش چادر شکست، وحشت توی هوا موج میزد. چیزی بیرون نفس میکشید، چیزی غیر از باد. تیغه چاقو پارچه رو درید. فرار به هر قیمتی. اونها از چیزی فرار میکردن که مرگبارتر از سرما بود. پا برهنه توی کولاک منفی 30 درجه، جنون آنی. فقط میدویدن تا دور بشن. رد پاها به سمت جنگل رفتن و بعد سکوت. تاریکی اونها رو یکی یکی بلعید. کنار خاکستر سرد پیداشون کردن، یخزده، با چشم‌هایی که هنوز به وحشت خیره مونده بود. دنده های خرد شده بدون کبودی. انگار چیزی از درون اونها رو له کرده بود. لباس های پاره، پوست های تغییر رنگ داده و رد پای رادیواکتیو روی لباس ها. چرا؟ گزارش نهایی ارتش سرخ، نیروی ناشناخته، کلماتی برای مخفی کردن حقیقتی ترسناک. منطقه ممنوع شد. سیم خاردار دور کوه مرگ. کوهستان رازش را توی یخبندان دفن کرد. هنوز صدای جیغ اونها توی باد شنیده میشه. پرونده دیاتلوف، سردترین معمای تاریخ. این فقط بخشی بود از پرونده سردترین معمای تاریخ، ملقب به پرونده دیاتلوف. ما اینجا از تراژدی ها داستان میسازیم، پس سابمون کن.